شاید این داستان رو تا حالا جایی نشنیده باشیم، ولی این ماجرا کاملا واقعیه. اینجا خوشاب نزدیک شهر برازجون توی استان بوشهر حدود 170 سال پیش اینجا یه اتفاق خیلی مهم افتاده بوده. بعد نبرد ریشه انگلیس میاد شهر بوشهر کلا برمیداره بره خوده. خبرم بهشون میرسه که والی فارس میخواد بیا باتون بجنگه، مقابلتون وایسه. انگلیس گفت تو میخوای جلو ما وایسی؟ تو نفس قلکی جلو ابرقدرت جهان؟ حالا که اینطوریه برازجون میگیرم، کازرون میگیرم، شیرازم میگیرم. فرمانده سپاه قاجار که شجاع الملک بوده به همراه دشت سونیا و دشتیا و قشقایی‌ها تو روستای اطراف نیزک جمع میشن که برن به سمت بوشهر با انگلیسی‌ها مقابله کنن. انگلیسی‌ها هم با 3000 نیرو از بوشهر حرکت میکنن به سمت برازجون، میرسن به خوشاب. یه مخبر ایرانی برای فرمانده سپاه قاجار که شجاع الملک بوده خبر میاره، میگه 13000 نفر حاضر حمله میکنن به سمت برازجون. فرمانده سپاه میگو که 13000 نفر آمامایی بیدم که رفتم عقب نشینی میکنه بریم سمت دالکی. ولی قشقایی قهرمان عقب نشینی نمیکنن، میگن یعنی چه عقب نشینی؟ شبیخون میزنن و لشکر انگلیسیا سر دوتاش میبرن بره شجاع الملک. میگو بیا اینایی بیدنا، بیا تا بریم بجنگیم. انگلیسی ها یه 2 روزی تو خوشاب میمونن بینم اوضاع چطوره. قشقایی ها و دشت سونیا آمار واقعی لشکر انگلیس میفهمن که 3000 تا بوده، میگن بابا چیزی نیست. خب 300 سوارکار دلیر قشقایی شبونه ساعت 11 با فرماندهی سهراب خان حمله میکنن به لشکر انگلیسی ها. شروع میکنن لتوپار کردن انگلیسی ها با فرمانده شونه که سرلشکر اترام بهش میگفتنه، میزنن که یعنی از بالای اسب میفته پایین. آقا تصاصب بیهوشه انگاری دارو بیهوشی. صبح میشه انگلیسی‌ها شروع میکنن خوشون جمع جور کردن و حمله کردن و دوباره میان ایرانیه عقب میزنن. انگلیسی‌ها گفتن آقا والا ما زورمون به قشقای جماعت نمیرسه، برگردیم بریم بوشهر، همونجا یه خاکی تو سرمون میریزیم. اومدن جلو پلاسشون جمع کردن رفتن شیف که از شیف راه دریا برن بوشهر. میترسیدن از راه زمینی برن، هیچی. تو راه شیف میخواستن برن طرف شیف، زیارتی ها و خوشابی ها میگیرن رنبی میگوینجن